سلام، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. در این ویدیو قرار است که این آشپزخانه رو به طور کامل با هم دیگه بازسازی کنیم. البته کارهای بازسازی خلاص شده و مراحل بازسازی را در ادامه خواهید دید. آشپزخانه برای ما خیلی یک جای مهم، یک قسمت مهمی از خانه بود، به خاطری که بعد از حمام و دو تا اتاقی که بازسازی کردیم تصمیم گرفتیم که کارهای آشپزخانه رو هر چه زودتر شروع بکنیم تا اینکه آماده شود. و به این خاطرم به کمک دوستا نیاز داشتم، دستشون درد نکنه، آمدن بر من کمک کردن تا بتونیم که هر چه زودتر کارهای آشپزخانه را انجام بدیم تا اینکه بتونیم کاملا از این فضا استفاده کنیم و لذت ببریم. و اینکه در ادامه براتون ویدیوی خوب می‌خوایم و اینکه امیدوار هستم که لذت ببرین از مراحل بازسازی کردن ی آشپزخانه. هرچی بود و نبوده خراب میکردیم و اوسو میکردیم تا آشپزخانه رو خالی میکردیم تا بتونیم راحت‌تر شروع به کار کنیم. یک قسمت‌هایی از آشپزخانه کاملا رطوبت داشت. کابینت‌هایی هم که از قبل اینجا نصب شده بود تقریبا دیگه میشه گفت از بین رفته بود. راستش فکر میکردیم که یک روزه کار خلاص میشه، ولی تقریبا همه چیز سخت‌تر از اون چیزی بود که فکر میکردیم. بعد از اینکه آشپزخانه خالی شد خیلی راحت‌تر میشد کار کرد و شروع کردیم به کارهای اصلی، کارهای مثل لوله کشی. و خود من به شخصت تا به حال این کار نکرده بودم و کاری بود که باید از سر نو یاد میگرفتیم. بعد از امتحان کردن و چند بار جوش دادن و خراب کردن بالاخره تونستم کارها را آرام آرام پیش ببرم. که بعد از او هم باید شروع میکردم به کارهای تعمیرات دیوارا و خصوصا گچ کردن دیوارای آشپزخانه وضعش بسیار خراب بود که باید از سر نو گچ میکردیم و دوباره رنگ میکردیم. سقف زدیم، تموم شد، دیوارا تموم شده، امروز رنگ کنیم. ولی قبل از شروع رنگکاری خوب است که یک پاککاری جانانه بکنیم. و بعد از اون ما و یاسین شروع کردیم به ادامه کار. دست اول رنگ که خلاص شد باید صبر میکردیم تا رنگ خوش شود و به همون خاطر رفتیم سراغ کف پوش کردن آشپزخانه. با کمک یاسین کارهای کف آشپزخانه را زودی خلاص کردیم تا بریم سراغ مرحله بعدی. مرحله نصب کردن کابینت‌های آشپزخانه است که باید قدم به قدم، دانه به دانه کابینت‌ها را برش میکردیم و سر جاش میشوندیم. اینجوری باید چیز شدن. در قسمت شروع کردیم به برش کردن پلان دو خواه یا مو تختی کار
دیگه قسمت از کار باید واقعا تجربه داشت، به خاطری که کار آسانی نیست. باید اندازات دقیق گرفته شود، میلیمتر به میلیمتر، تا از پیش آدم اشتباه نشود. بعد از نصب پلانت خوی و کابینت ها رفتیم تا دیوارا را یک دست دیگه رنگ کنیم، به خاطر که از قبل یک دست رنگ خورده بود و منتظر بودیم که رنگا خشک شود. خب بعد از اینکه رنگ کردن دیوارا را خلاص کردیم، شروع کردم به کاشی کردن دیوارای آشپزخانه. یکی از کارهایی که خودم به شخصا تا بال هیچ نکردیم و اولین تجربه ما در کار کاشیکاری بود. بعد از کاشیکاری رفتم سراغ نصب کردن کابینت ها. C'est moins l'âge que ancien. وقتی شروع میکنی به خود میگی حتما کار را به زودی خلاص میکنی. بعضی روزا چند ساعت کار میکردیم ولی آخرش حس میکردیم هیچ تغییری نامد. چند بار اشتباه کردیم، مثلا بعضی وقتا در اندازه ها اشتباه کردیم، بعضی چیزها دوباره باز شد و از نو نصب کردیم. حتی بعضی شبا میگفتیم کاش اصلا شروع نمیکردیم. اما کم کم وقتی آخر کار را میدیدیم انرژی میگرفتیم. هر قسمتی از کار که خلاص میشد حس خوب میگرفتیم. اینجا فهمیدیم که بازسازی فقط ساختن دیوار و کابینت نیست و واقعا صبر و حوصله و تلاش میخواید. و شاید هم قشنگترین قسمت از کار ما این بود که همه چیز خود ما انجام دادیم. هر خستگیش آخرش تبدیل شد به یک حس خوب. شاید این کار ما کامل و بی نقص نباشه، اما مهمی است که خود ما انجامش دادیم. گاهی وقتا آدم فکر میکنه که بعضی کارها بسیار بزرگتر از توانش است، اما وقتی قدم اول را برمیداری کم کم همه چیز ممکن میشه. شاید بعضی روزا سخت باشه و شاید هم خسته شوی، اما اگر ناامید نشوی یک روز به نتیجه میرسی که به خودت افتخار میکنی.
وقتی دوستان خوب در کنار داشته باشی و از همه مهمتر خدا پشتت باشه، واقعا هست. هیچ پروژه‌ای غیر ممکن نیست.